السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای تمام بینندگان و برای شما ای شیخ عزیز، سوال میکنند درباره نماز شب در کدام وقت خوانده می شود و چند رکعت است. نماز تهجد یا که نماز شب وقت آن بعد خواندن نماز خفتن سر می شود. وقتی که شخص خواندن نماز خفتن را تمام کرد، از آن وقت خواندن نماز شب آغاز می شود تا دمیدن صبح صادق دوام می کند. درباره چند رکعت بودن نماز شب یا که تهجد، در حدیثی که در دو صحیح آمده است از سخنان ابن عمر رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نماز شب دو رکعت و یا جفت جفت خوانده می شود. اگر کسی از شما خوف برد که صبح دمیده ایستاده است، پس با رکعت طاق آن را تمام کند. همین طور صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که در وقت رمضان و در دیگر وقتها نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم از 11 رکعت زیاد نمیخواندند. این همان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دائمی نماز شب را 11 رکعت میخواندند، خواه در رمضان باشد خواه غیر آن. اگر شخص خواست که 13 رکعت خواند، در این یگان مشکلی نیست، زیرا که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث آمده است که امام مسلم روایت میکنند از سخنان زید ابن خالد الجحنی، پیامبر صلی الله علیه و سلم همین طور نماز شب را 13 رکعت گذاشتند. همین طور روایت میکنند که او پیامبر صلی الله علیه و سلم ویتر را نیز 9 و 7 رکعت خواندند. همه این حدیث ها صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. مسلمان باید همان قدر نماز خواند که بعد برای وی دائمی شود. برای پروردگار همان عمل مقبول و دوست داشته است که عمل دوامناک باشد، حتی که این عمل به مقدار کم باشد هم. عملی که کم باشد و دوامناک باشد بهتر از آن است که عملی بسیار باشد و بر دوام نباشد. بعضا وقت شخص فکر میکند که او برای نماز شب بیدار شده نمیتواند، برای همین او بعد نماز خفتن ویتر را هم برپا میکند. آیا این شخص میتواند نماز تهجد را برپا کند اگر که از خواب بیدار شد؟ ما میگوییم که هر کسی که نماز ویتر را برپا کرد و در شب بیدار که شد، او میتواند دو رکعت جفت خواند تا چقدری که الله خواسته باشد. اما تو ویتر خود را تکرار کرده نمیتوانی. بعضی شخصانی هستند که نماز ویتر را برپا میکنند و وقتی که از خواب بیدار شدند باز از نو میخوانند. ما برای او میگوییم که شما 2 مرتبه ویتر برپا کردید، یک بار در اول شب و دوم بار در آخر شب. در یک شب 2 مرتبه ویتر گذاشته نمی شود، فقط یک ویتر گذاشته می شود. به این گونه شخصان گفته می شود که اگر در اول شب نماز ویتر را برپا کردند و در دوام شب نماز گذاشتن خواستند، آنها می توانند نمازها را جفت 2 رکعت برپا کنند. از این برمیآید که نماز ویتر آخرین نماز باشد. ما میگوییم که این عمل افضل است، اما جایز است که ویتر را در اول شب خوانند. بعد از آن که نماز ویتر را برپا کرد، او تنها میتواند که نماز را 2 رکعت خواند. اما افضل سنت است که آخرین نماز شما ویتر باشد.